شیعیان امروز دارن در عراق می جنگن و در سوریه می جنگن و چرا اهل سنت کاری نمی کنن؟ ببینید اونها جهاد نمی کنن، دارن می جنگن در راه باطلشون. الله سبحانه و تعالی در قرآن کریم میگه لیس للانسان الا ما سعى، نگفته لیس للمؤمن الا ما سعى، لیس للمسلم الا، لیس للانسان، هر انسانی که جهد بکنه، کوشش بکنه، چیزی رو به دست میاره. کفار امروز رفتن در پی علم، دانش، به علم و تکنولوژی رسیدن، از ما پیشرفت کردن. روزگاری که ما در پی علم و تکنولوژی بودیم، همین شاهزاده های فرانسوی و ایتالیایی و بریتانیایی در اندلس اسلامی در دانشگاه های اونجا با واسطه می اومدن درس می خوندن. امروز یک جوان مسلمان بزرگترین آرزوش اینه که چطور به اروپا بره، چطور به آمریکا خودشو برسونه. دلیل این است که کوشش کردن، سعی کردن، تلاش کردن و الله سبحانه و تعالی میگه لیس للانسان الا ما سعى. ما از عاقبت صحبت نمی کنیم، آخرت از آن مؤمنین هست، اما اسلام اومد که هم دین ما رو خوب بکنه، هم دنیای ما رو، هم آخرت ما رو. اسلام اومد که یک عده انسانهای وحشی که فرزندانش رو زنده به گور میکردن، بت‌ها رو میپرستیدن، از اینها انسانهایی ساخت که بر دنیا حکومت کردن. اسلام برای نیامده که ما در گوشه خونه بشینیم، در گوشه خانقاه بشینیم، به سر و کله خودمون بزنیم، داد و فریاد را بندازیم، بگیم بله اسلام امینه. دقیقاً دشمنان اسلام یکی از اهدافشون همینه که مسلمان ها مشغول همین کار باشن. ببینید هر جایی که استعمار اومده، اگر روس در افغانستان اومد، اگر آمریکا افغانستان رو گرفت، اگر استعمار انگلیس قبلا کشورهای اسلامی رو به استعمار کشاند، اولین کاری که کردن خانقاه ها درست کردن برای مردم. هر کی که به طرف دین تمایل داشت میگه برید اونجا، در اونجا ذکر خدا رو بکنید، بس شما دنیا به درد نمیخوره. مگر صحابه اینطوری بودن؟ بعد هر طریقتی رو ببینی که آخر یکی میگه منسوب به ابوبکر صدیق و یکی به عمر فاروق و یکی به عثمان ذوالنورین و یکی به علی مرتضی. مزخرفات خودشون رو به اصحاب پیامبر، کسانی که رهبان لیل و فرسان نهار بودن، روزانه شمشیر میزدن، جهاد میکردن، شبانه عبادت میکردن. اگر ابوبکر و عمر و عثمان و اصحاب پیامبر خانقاه درست میکردن در مدینه کنار مسجد پیامبر، فضیلت یک نماز برابر 1000 نماز می نشستن، این افغانستان و تاجیکستان و ایران و اروپا و آفریقا و اینا رو کی فتح میکرد؟ یک پیری رو دیدید که شمشیر به دست گرفته باشه، رفته باشه میدان با یک شمشیر یک فوت کرده باشه، یک کشوری رو فتح کرده باشه؟ خون دادن صحابه تا این کشورها رو فتح کردن، تا ما رو مسلمان کردن. پس موقعی که مسلمان ها از جهاد دوری کردن، موقعی که در پی دنیا شدن، موقعی که ارزش های اسلامی خودشون رو به بهای اندک فروختن، اون موقع است که الله سبحانه و تعالی ذلت و خواری رو نصیب مسلمان ها میکنه. روایت خیلی جالبی است در راستای جواب به همین برادر عزیز گرامی. رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند یوشک الامم ان تداعى علیکم کما تداعى الاکلة علی قصعتها. میگه نزدیک است که ملت ها به سر شما بریزن، مانند این که حیوانات وحشی وقتی شکاری رو به دست بگیرن، چطور هر کی میاد یه تیکه‌ای از گوشت اینو میکنه میبره با خودش تا بخوره. امروز حالت ما مسلمان ها همینه. رافضی از یک طرف، آمریکا از یک طرف، اسرائیل از یک طرف، نصیری هایی که در تاریخ ذلیل‌ترین گروه بودن، همیشه تظاهر به سنی بودن و به شیعه بودن و به مسلمان بودن میکردن، اینا از یک طرف، بعثی ها از یک طرف، کمونیست ها از یک طرف، همه ریختن به جان امت اسلامی و دارن تیکه پاره میکنن امت رو. یکی از صحابه کسانی که قله های مجد و عظمت رو اونا پیموده بودن، تعجب کردن. یا رسول الله، ما با 313 نفر رفتیم مشرکین رو تار و مار کردیم در بدر، حتما در اون روز حتی مسلمان ها خیلی کمن. یکیشون چی میگه؟
و من قلت نحن یومئذ یا رسول الله، حتما در اون روز کمن مسلمانی که 2 تا بیشتر نیستن، به خاطر همین دشمن به اینا میاد حمله میکنه. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند قال بل انتم یومئذ کثیرون، بلکه شما بسیار زیادی در اون روز، 1,600,000,000، 1,800,000,000. ولکنکم غثاء کغثاء السیل، مانند این خس و خاشاک روی آب. سیل که میاد، ببین خس و خاشاک روی سیل رو دیدید؟ این خس و خاشاک آیا به درد میخوره؟ امروز حالت ما مسلمان ها مثل همون خس و خاشاکیه که بر روی آب هست، بر روی سیل هست. اون زمان، در زمان صحابه، تا میشینیدن که صحابه به نزدیکی فلان شهر رسیدن همه فرار میکردن. در مقابل 10,000 صحابی 200,000 نفر تا دندان مسلح اومدن شکست خوردن. چرا؟ چون رعب و خوفی که در دلهای کفار به سبب ایمان و یقین صحابه وجود داشت. رسول اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند ولینزعن الله من صدور عدوکم المهابه، این خوف و ترسی که از شما در دلهای دشمنان بود، این رو خداوند چیکار میکنه؟ دور میکنه. به سبب چی؟ به سبب خودمون، به سبب ضعف ایمانمون. امروز میبینید که 4 تا سرباز اید زده و کثیف آمریکایی میاد 2-3 هزار منافق رو جلو میندازه، به ناموس، به مال، به جان امت اسلامی تجاوز میکنن. چون اون ترسی که اجداد مثلا افغانها در دلهای انگلیسها به سبب ایمانشون قرار داده بودن، امروز این ترس از دل اونها دور شده. و میگه الله سبحانه و تعالی در قلبهای شما وهن رو قرار میده. یعنی چی؟ سستی رو، عدم میل به جهاد رو. صحابه وقتی به میدان جهاد وارد میشد، به این فکر نمیکرد که ضعیف هست، لاغر است، سلاح داره یا نداره. چندین مورد ما داریم در سیرت خالد ابن ولید رضی الله تعالی عنه، وقتی که در اوج درگیری که مسلمان ها دارن شکست میخورن، زره و کلاه و سپر رو میندازه، شمشیرش رو میگیره، وارد صفهای دشمنان میشه و سبب میشه که بعد از لطف الله سبحانه و تعالی مجاهدین پیروز بشن. امروز به سبب ضعف ایمان الله سبحانه و تعالی این سستی رو در دلهای ما قرار داده. یکی از صحابه میاد میپرسه یا رسول الله و ما الوهن، ای رسول خدا، این سستی، این وهنی که در دلهای مسلمان ها در آخر زمان وجود داره و دشمنان بر اونها مسلط میشن، این وهن به سبب چی میاد؟ سبب این وهن چی است؟ رسول الله صلی الله علیه و سلم میفرمایند حب الدنیا و کراهیت الموت، دوستی دنیا و ترسیدن از مرگ. چه بسیارن امروز مسلمان هایی که دین خودشون رو در مقابل دنیا میفروشند. در مقابل 3-4 هزار دلاری که آمریکا میده، با 2 وجب ریش و عمامه و عبا و قبا میره در پارلمان سیای لشکر دشمن میشه. به خاطر چی؟ به خاطر 3,000 دلاری که حقوق بهش میدن. و کراهیت الموت، ترسیدن از مرگ. رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم با ابن عباس دارن میرن. ابن عباس پشت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم بر مرکب ایشون سوار است. میفرمایند یا غلام، ای پسر، اینی اعلمک کلمات، تو رو چند کلمه بهت یاد میدم، چند حرف بهت یاد میدم. احفظ الله یحفظک، الله رو حفظ بکن. حفظ الله سبحانه و تعالی یعنی چی؟ دستورات الله سبحانه و تعالی را انجام بده، از منهیاتش دوری بکن. الله سبحانه و تعالی تو رو حفظ میکنه در همه جا، در کوه، در بیابان، در بحر، در همه جا الله سبحانه و تعالی تو رو حفظ میکنه. احفظ الله تجده تجاهک، الله سبحانه و تعالی رو حفظ بکن با پیروی از دستوراتش،
الله سبحانه و تعالی در هر طرفی که بری با خودت میابی. اذا سألت فاسأل الله، اگر چیزی خواستی فقط از الله بخوا. محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم داره به ابن عباس آموزش میده، دین رو، توحید رو، خداپرستی رو. میگه پسرم اگر چیزی خواستی اذا سألت فاسأل الله. امروز مسلمان ها متاسفانه اگر چیزی خواستن از آمریکا میخوان، اگر چیزی خواستن از بوش میخوان، از اوباما میخوان، از بریتانیا میخوان. اذا سألت فاسأل الله، اگر چیزی خواستی فقط از الله بخوا. و اذا استعنت فاستعن بالله، اگر یاری و مدد از کسی خواستی فقط از الله بخوا. ایاک نعبد و ایاک نستعین. واعلم، بدان، اگر علمای ما، سیاستمداران ما، دعوتگران ما این حدیث رو سلوحه زندگیشون قرار بدن، از طواغیت، از دشمن، از کفار، از منافقین، از هیچ کس نمی ترسن. کلمه حق رو میگن و از هیچ کس نمی ترسن. رسول الله صلی الله علیه و سلم میگن که واعلم ان الامه لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء لن ينفعوك الا بشيء قد كتب الله لك. اگر همه انسان ها جمع بشن که ضرری به تو برسانن، هیچ ضرری به تو نمیتوانند برسانند الا آن چیزی که الله سبحانه و تعالی بر تقدیر تو نوشته. چند تا از ما شما این یقین رو داریم؟ همه انسان ها، ببینید همه انسان ها، ارتش آمریکا، ارتش ناتو، ارتش نمیدونم روسیه و اسرائیل و با بمب های اتمشون، با هواپیمای بی 52شون، با هواپیمای بدون سرنشینشون، با موشک هاشون، خامنه‌ای با سپاه و با اطلاعات و با ارتش و با هر دم و دستگاهی که داره، همه جمع بشن بخوان به اندازه یک خار که به بدن انسان میخله ضرری به ما برسانند، نمیتوانند مگر اینکه الله سبحانه و تعالی در تقدیر ما نوشته باشه. در ادامه پیامبر صلی الله علیه و سلم چی میفرمایند؟ ولو اجتمعوا على ان يضروك بشيء لم يضروك الا بشيء قد كتب الله عليك. اگر خواستن به تو ضرری برسانن، همه این انسان ها، همه موجودات خواستن به تو ضرری برسانند، به تو ضرری نمیتوانند برسانند الا آنچه که الله سبحانه و تعالی خواسته. همه اگر جمع بشن نفعی به تو، فایده‌ای به تو نمیتونن برسانند. مرگ من در ساعت فلان، روز فلان، تاریخ فلان تعیین شده. همه انسان ها جمع بشن که اون تاریخ رو یک ثانیه عقب یا جلو بکنن نمیتونن. انسان این یقین رو داشته باشه، هیچ وقت از این نمیترسه که در مقابل دشمنان، در مقابل کفار، در مقابل منافقین ندای حق رو لبیک بگه. چه بسیارن مجاهدینی که 10 سال، 15 سال، 20 سال، 30 سال در جبهه بودن، شهادت نصیبشون نشده چون اجلشون نیومده. کسانی هم بودن که تو خونه نشستن. یکی از علما داستان جالبی رو میگفت روزی در منبر صحبت کردم در مورد یکی از کشورها و جنایاتش و اینکه توهین میکنن به اهل سنت، به مقدسات اهل سنت. یکی از علما اومد، که شخصیتی اومد منو نصیحت کرد که جناب مولانا این حرفا رو نزنید، به ضررتونه، شما رو میکشن، شما رو میبندن، فلان میکنن. میگه چند روز بعد همین شخص در انفجاری که بمب کنار جاده‌ای که هدفش کاروان نیروهای آمریکایی بود، بمب انفجار کرد و اون شخصی که من را از مرگ میترساند کشته شد و اون شخص، اون عالم بزرگوار، هنوزم زنده است. ادامه خیلی جالبه دوستان، اگر نشون بدن این حدیث رو. پیامبر صلی الله علیه و سلم میفرمایند که رفعت الاقلام و جفت الصحف. یعنی چی؟ قلم ها برداشته شده، یعنی اون
کسی که تقدیر شما رو می نوشت دیگه نوشته، تموم شده. قبل از اینکه شما به دنیا بیاید نوشته شده. و اون صحایفی که تقدیر شما رو تو می نوشتند خشک شده. مرگ و زندگی شما وقتش تعیین شده، قابل تغییر نیست. پس چرا ترس؟ چرا سستی؟ چرا باید انسان بترسه؟